نیکوی خویشتباری نشاندادها چگونه هستند در میان معیوبان؟ نسبت به نیکوی خویشتباری خدمات طول 5 سال است که تحلیل‌های خود را می‌گذراند و معین می‌سازد که چقدر تعداد کودکان معیوب از اویله‌های نیکوی خویشتباری‌اند. راستی گپ در سال‌های اول سال‌های 2019 2020 فویزی معیوبان از حساب اویله‌های نیکوی خویشتباری داشته 18% را تشکیل می‌کرد. در نتیجه تشخیص بردن کارهای چاره‌ها نقشه چاره‌بینی‌ها تشکیل کرده بعضی کارها را ما گذراندیم که در نتیجه در سال 2022 این به 15%، در سال 2023 این به 13% و خیلی که در این 3 ماهه 2024 ما تحلیل کرده برآمدیم 8.6% کودکان معیوب از اویله‌های نیکوی خویشتباری نزدیک داشته میباشند. تشکر و میخواستم بگویید که این کودکان اصلا از روی کدام نمودی بیماری ها داروی معیوبی گشتند؟ اصلا نقصان‌های مادرزادی بیشتر قریب 63% آن از سوی بیماری عصب هستند. بیماری عصب فلج کودکانه معاینه سر، برآمد اندام‌ها بیشتر سال‌های اخیر نزدیک بینی بیماری چشم در کودکان به نظر می‌رسد. تشکر و شنوندگان ارجمند، چون برنامه ما مستقیما جریان میگیرد و حالا در خط تلفن شنونده قرار دارند میخوان سوال خود را پیشنهاد سازند، ما شما را میشنویم شنونده عزیز. درود بر شما.